تصور کن تنها در آسانسور هتلی متروکه ایستادی و درها باز نمیشن. انگار چیزی نامرئی داره تو رو تعقیب میکنه و ناگهان شروع به حرف زدن با اون میکنی. این دقیقاً چیزیه که در آخرین لحظات زندگی الیسا لام اتفاق افتاد. ویدیویی که میلیون ها نفر رو شوکه کرد و هنوز هم وایراله. اگر عاشق داستان‌های وحشتناک و معماهای حل نشده هستی، این ویدیو رو تا آخر ببین. الیسا لام دختر 21 ساله اهل کانادا بود. دانشجوی باهوش، علاقه‌مند به سفر، نوشتن وبلاگ و کشف دنیا. اون در سال 2013 تصمیم گرفت به تنهایی به آمریکا سفر کنه. سفری که قرار بود پر از تجربه‌های تازه باشه، اما به کابوس تبدیل شد. الیسا سابقه افسردگی و اختلال دو قطبی داشت، اما خانواده‌اش میگن که اون دارو مصرف میکرده و تحت درمان بوده. الیسا در هتلی اقامت داشت به نام هتل سیسیل، هتلی قدیمی در لس آنجلس با سابقه ای سیاه. خودکشی‌ها، قتل‌ها و حتی ارتباط با قاتلان زنجیره‌ای در این هتل کم سابقه نبودن. بعضی‌ها میگن این هتل نفرین شده است. در تاریخ 31 ژانویه 2013 الیسا برای آخرین بار دیده شد. اون باید اتاقش رو تحویل میداد، اما هرگز برنگشت. خانواده‌اش وقتی خبری از اون نشد، پلیس رو در جریان گذاشتند و جستجو آغاز شد. اما هیچ رد و نشانی از اون نبود. پلیس بعد از گزارش ناپدیدی ویدیوهای دوربین هتل رو چک کرد و با ویدیویی 4 دقیقه‌ای روبرو شد که در 1 فوریه ضبط شده بود. آخرین تصویر زنده از الیسا. در ویدیو الیسا وارد آسانسور میشه و همه دکمه ها رو فشار میده، اما در باز میمونه. بعد دستهاش رو عجیب حرکت میده، انگار که با کسی داره حرف میزنه و حتی بیرون آسانسور رو نگاه میکنه و برمیگرده داخل. رفتارش شبیه کسیه که تحت تأثیر دارو، توهم یا حتی چیزی ماوراییه. این ویدیو رو وقتی پلیس منتشر کرد میلیون ها ویو گرفت و مردم تئوری هایی مثل وجود ارواح در هتل یا تعقیب توسط قاتلین رو ساختن. جالب اینه که درهای آسانسور بعد از رفتن الیسا بسته شد و به طبقه های دیگه رفت، انگار که هیچ مشکلی وجود نداشت. نیروهای پلیس هتل رو گشتن، پوسترها رو پخش کردن، حتی سگ‌های پلیس رو برای جستجو آوردن، اما هیچ اثری نبود. 19 روز بعد در 19 فوریه 2013 مهمانها از آب کم فشار و طعم بد آب شکایت کردند. یکی از کارگران هتل به پشت بام رفت و در یکی از 4 مخزن آب 1000 گالونی جسد برهنه الیسا رو پیدا کرد. لباسهاش شناور بود. به نظر شما چطور به اونجا رسیده بود؟ در مخزن قفل بود، دسترسی سخت بود و هیچ دوربینی روی پشت بام نبود. بررسی ها نشون داد هیچ اثری از خشونت، داروهای غیرقانونی یا الکل نبود. در ژوئن 2013 پلیس مرگ رو غرق شدن تصادفی اعلام کرد. با وجود داشتن اختلال دو قطبی به عنوان عامل مهم، هیچ مدرکی برای قتل نبود. هتل سیسیل حالا به استی آن مین تغییر نام داده، اما هنوز هم گردشگرهایی رو جذب میکنه. خب دوستان، این بود داستان مرموز الیسا لام، پرونده‌ای که هنوز هم ذهن میلیون ها نفر رو مشغول کرده. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، لایک و سابسکرایب یادتون نره و توی کامنت ها نظراتتون رو راجع به این پرونده کامنت کنید.